دکتر صاحب پایم خیلی درد کنه دکتر صاحب شکست من الله الله پایم درد کنه رویا پایم پایم خیلی درد کنه پایم یا دکتر صاحب پایم خیلی درد کنه بانه داخل برو الله خدا بچیم بچی تشویش نکن خدا مهربان است انشالله چیز گپ نیست بیادر یک ذره تیز برو استاد جان یک ذره تیز برو بچیم یکم اگه زودتر برو بچیم جان انشالله که خیریت باشه خدا چه قسم مال داشته بیادر نمیشه از یک راه دیگه بری راه بندی است لالا نمیشه بله رویا دخترم کجاست ایجار مادر بله مادر در شفاخانه هستم تشویش نکن بچم گیره نکنین ما رسیدیم درستیم بچم درستیم خیر تو زیاد جگر خونی نکن خدا مهربان بچم یکم از زود برو چی گپ استاد است کمی شیمکو از خیرت آرام باش. اینجا کجاست؟ به صورت اینجا کجاست؟ من کی جا در بردم؟ شفاخانه هستی. کی منو لوچ کرده؟ کالایم کجاست؟ کالایم آرام باش تکر کردی. الله پایم درد میکنه پای پایم درست. خیلی درد میکنه دکتر صاحب خیلی درد میکنم میکنه جور میشی. خیلی درد میکنه سعیس، من با می‌بینم. خدا خیلی درد من میکنه می‌بینم. دکتر صاحب آرام باش. چیز گپ قابل تشویش این تو درد میکنه دکتر صاحب فقط مرمی خورده مرمی باشه خود نخوردی با یا؟ خدا مرمی بدتر است فقط راکت خورده باشه یک فسای من می‌بینم، امور من ببین می‌بینم. ببینش دکتر صاحب چطور دارست؟ نه حالا الله نکو دکتر صاحب بابا گفتم درد نمیکنه آرام. حس دارم بابا، دیگه آرام. دست سعی. حضور میکنه ما کل بدن تا چی خیلی کردم درد جور تر است یک کسر خورده بس خلاص خیلی درد جور می‌کنه. میشی بخیر دوام میتم تو جور میشی خیلی. دوام میتم ماما تا بگو گاش گرفته اگه میشه جور اگه میشی پایم قطع میشه ماما بگو من طاقت شنیدن ندارم او بیار چی گپ از بزنی قد نمیشه قدش کنم برات نه 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 از کجا؟ نه خواهش می‌کنم بعد کردم دکتر آرام ساعت کو دوام میتم بشوری میتم گلی خیلی درد دوام میخوری جور میشی خیلی آرام باش درد نرفم درد میکنه جور میشی جوان هستی کاکا آرام باش خیلی باشه دکتر صاحب خیلی درد خب، خب. بابوی ماماده بابوی آقای بسم ماماده الله. همشیریم کجاست آره همشیریم پای است به بیرون هستن کل زن اونجا بود خب خیلی خوب تو استراحت کن که پای تا خیلی درد می‌کنه. آرام باش استراحت آرام باش دکتر صاحب لطفا یک دفعه دیگه بیا خیر است عذر میکنم یک دفعه خیر شعور نخواهش خواهش کجا؟ میکنم بگو همین برو هیچی آرام استراحت کن باز پیشکاری نه بعد کنم گولی بده گولی نمیکنم گولی نه. آرام است. نه آرام است دکتر صاحب بیخی آرام باش چی شده راشد بیادرت زنده است چی شده راشد بچه خدا بچه آقا جان بشینین خوب است راشد چیزی نشده خوب است یک چیزی نشده مادر آقا جان راشد خوب است خوب است راشد خوب است آرام باشین لطفا. به مریضه مزاحمت میشه. بچه جور است شکر خوب است. تنها پاش کسر کرده اورم به گچ کردیم. من دیگه میتونمش نه خیر. فعلا بستر میشه. بچه بستر میشه بله همیشه باید اینجا باشه تا مطمئن شیم کدام گپ خاصی نیست. آرام باشین لطفا. بچه پاک شدید نه از چی گپ است؟ چرا این رقم سعی داریم؟ در تکر و خیالم کدام شاخ هم کشیدیم چطور؟ نه شکر شاخ نکشیدی
تو را 1000 دفعه گفتم که در سرک متوجه باش، همراه تلفنت مصروف نباش. نگفتمت که متوجه خود باش. اگه کور و کر میشیدی حالا چی میکردی؟ میبینی مادر بجایی که بگوی شکر که زنده هستی چی میخوری برات بیارم حالی هم غال مغال کده میره. از قصد و خدا دادم موتر ندادم. خیره بچیم آقایت از دلسوزی گپاره میزنه. آره بگو که چطور رسی جان مادر؟ خوب هستم بابا. گناه تو هم از عکس من دخترای مردم نشان داده نظرم کردی آخ. از خود راضی حالم گپای ناق میزنی؟ متروانی کتم تکر کرده بود کجا ساقا. بیچاره بسیار خوب آدم بود. کل مصرف داد. جواسایرشان پیش من گفت سبام خبرتانو میگیرم. میبینی مادر بچه تالیدار است. اگر نه دریورم گریخته بود. خوش شکر که بخیر شد. حال چی کنیم مادر؟ ما تو میریم خانه. آقای تمشا میبشه شفاخانه پیش راشد پیوزی میکنه. ما شاید می شفاخانه میباشم. کل شفاخانه را گاز میکنم. بیاز و خیجه که از خواه شده نمیتونم. مادر تو والا یا نرو یا اگه میری آقای ما بگو برای ما خوردنی مردنی یک چیز صحیح بیاره که ضعیف شده این پایم درد میکنه. بس قناز نکو. شما خانه برین که پروین در خانه تناست. مقصد متوجه بچیم باشی. هر چیزی که میگه برش بگیری که بخوره. حالا چرا قسم سهل میکنی؟ با من خدا بچیم. خدا حافظ. رویا 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 پروین خسته شدم. برو خواب تو که صبح مکتب میریم اون وظیفه. بسیار خوش شدم که وظیفه گرفتی. مگم وظیفت بد قدم بود. در روز اول بیادرکت تکر کرد. حال دیگه گناهی من چیست مادر؟ پدر 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 دختر تو امروز هم وظیفه میری؟ مادر نمیشه که دیروزه. دختر حال پیش لالایت نمیری امروز؟ میرم. شما برین من رخصتی میگیرم میایم. خداحافظ. درست است. پدر جان پدر جان پدر چی گپ پس راشد بچه؟ تشناب میری؟ چیز کار داری یا چیزی برات بیارم؟ نه خیر ببینی از شب تا بال خیلی متوجه بودی نرس آمد پیشکاری کرد پس برآمد هیچ بیدار نشدی که نشد ای نمک نشناد تو که خوبی را میفهمی خوب صحیح متوجه بودم خانه تاباد متوجه خوبی دیال اگه زامت نیست یک صبحانه بیار از گشنگی مردم نان اینجا خوردن همیشه کدام فرمایش دگام داری؟ فرمایش نیست اگه پیسه داری یک جوس مالتان بیر نمیرم بیادر. چرا قناز میکنین؟ بیا بیشی که برسانم تا. نمیرم. برین گفتم نمیرم بیادر. بیاین بشینین که برسانم. نمیرم بیادر. برو پشت کارت. نمیرم.
بچه تو شرم نمی کنی؟ دخترها و زنای مردم اذیت و آزار میکنی؟ من آزار نمیتونم، همین کارم است، تکسیوانی کارم است. یه آزار نیست چیست؟ زنها و دخترای مردم از شما در سرک برآمده نمیتونن، باز میگه آزار ندادی. هر جایی که برم من میرسانم میشن. میرسانی ها؟ بیا تو تاشو بیا اینجا ها. ای اشتکک نامد امروز. خدا اون چقدر از کار ترسیده باشم. من خو میگم کار اعلام تا بخیر. آکه کار اعلام کنه خود تو به خیالم پیش میبری کارشنی؟ بیا از آدم بیکار هستی. اگه از گشنگی بمرم کاری دختره پیش نمیبرم. عیفم نکده؟ تو را چی کده بازه کارتونی ساز؟ چرا قار هستی؟ راست میگم دیگه. زنا با وظیفه چی قرار است؟ بیچاره زنای فامیلتون نخواد دست تو هیچ روز داشته باشه. عادت داشته باش آدم بی تربیه. تو را چی با زنای فامیل مردم؟ اگه رفیق 6 ساله نمی بودی زده از اتاق میکشیدم. راست میگم خو دلشان با اسکلشان فقط که پدر وکیل کل منطقه باشی. بچه اما این چی تصویر آوردی برام؟ سایکیره کلش بی کیفیت شور خورده. سلیم این دیگر از نور شید نیست. یک تو مونده بود سر ما بگی کار خودت فقط بگی که ندیدی بهترین عکاس هستم نفر اول در افغانستان. مالن که میگه خدا بزنم. صحیح از همون ماش میگیری نه؟ ناق دل ما خوش کردم کنم. ای خو خود رساند. سلام به همه. پیشتر یک کسی غیبت تا نمیکرد میگفت که استعفا میتین. ما استعفا نمیتم. نو کار ما شروع کردیم. خانم رویا خیریت است؟ دیروز لالایم تکر کرد از خاطر از بسیار جگر خونستم. درام که می آمدم یک موترمان آزارم داد. ازی بگین که زنده است یا اما؟ بله. خود بیا چی میگی؟ بیادرم شکر خدا زنده است. فقط پای شکسته. پایش قلبش کل شکسته. قلبش شکسته. حتما عاشق بوده. بس کنین به کارتان برسین. خانم رویا شما هم زیاد تشویش نکنین. انشالله برادرتان خوب میشه و خانه میه. اگه امروز هم کار کرده نمیتونین مشکل نیست. کارتان جلال پیش میبره. شما میتونین برین. تشکر سلیم بیادر. من کارم خودم پیش میبرم. فقط امروز وقتتر میرم که باید برم شب خانه. مشکل نیست میتونین برین. حالا تو چی کار هستی که برای شخصیتی میتی؟ تو رئیس، تو منیجرمی، تو چی کاره؟ ببین جلال چند سال است که ما تو رفیق هستیم. نشه که با این گپای خورد ریزه رفیقی ما تو خلاص. خودت از چی گفته طرفداری دختر بگو؟ عالمه تو را چی؟ یک دقیقه. چی میکنی؟ اینی بوتا رو بگیریم. دمی فرق یکی دیگه تام بس اینه دیوانه کردین. از این سر صبح از گپ زدن میریم. دمی گیم زدن نمیمونن. دختر جان چرا اینجا ایستاده هستی؟ سلام خاله جان خوب هستی؟ و علیکم شکر. بخیام کارمند نای دفتر تو هستی؟ بله 2 روز میشه آمدیم. مسئول آرشیو هستم. بسیار زیاد خوش آمدی. خوش باشین. برو خوب شد که در پروداکشن یک دختر آمد. من خوب که بچه‌ها در بینی رسیدم. بسیار بی‌نظم هستن. بی‌نظم و بدخوی. بچهای خوب هستن. کم کم مذاقی هستن. میگم تو خود ناق جگرخون نساز. سعید خاله جان. خوب شد که شما هستی. برو خوب شد که آرام شدی. آنا مریم اومد. مریم بس از دیگه رویا. حالا خود دنیا با آخر نرسیده. خوب میشه بخیر. مریم لالا این دنیای ماست. میفهمی به خاطر از بسیار جگرخون هستم. بگیره بخو. ای چیز او بوره. از لیمون خودش من نختی. اوه دفعه دیگه باز بخیر. بخیر باشه. از هیچ کده خوب. میگفتن نمی دستم نمک نداره. خوب از داخل از اون بوره انداخته. کاش که میرفتم پیش خاله برام چای کیک میداد. بیاز چای صبحم نخوردیم. جان داخل بیکم کیکم دارم. خود تو اول قصه که ببینیم چی گپ شده. دیروز میخواستم برم پیش راشد برش بگویم که وظیفه رو گرفتم که یک دفعه دسترک موتر زد شد. مرد؟ نه خدا نکنه. فقط پای شکسته.
بیادرتم بیخی به فکر است. بیادرم بی فکر نیست، بسیار خوب بچه است، فقط گناه تلفنش است. خواه حقیقت موبایلش بسیار مصروف نه است. مصروف نیست، فکر کنم زنگ ضروری برش آمده باشه، از خاطر مجبور نه شده. فکر نیست. نه مصروف نیست. نه تو نیست. اقا پشتیبانی میکنی که توبه. والله مست دیگه. بکنه بچه همسایه داده. توبه مرچی به بچه همسایه ما. الو. بله رویا اینجاست. سایس راونش میکنم. سلیم بود میگه یگان ویدیو با آرشیف است. برو که از کارت پس نمانی. رویا. زندگی شخصی و کارت با هم دیگه هیچ وقت قطع نکن. کوشش کو در هر شرایطی با کارت ادامه بدی. فهمیدی؟ سایس مدد کردن. ام که کم برام ندادی گشنه. تو ببخشین ما میرم که رئیس مرا کار داره. تا که ما میم شما کار داره میتونین خلاص کنین. کدام چیز کمبود نیست سلیم؟ پسته نیست، چهارمغزم کونه شده، این قیه نخوت انداخته. کلپای تصویری را میگم. او رو کجا رساندین؟ او را میگن رئیس. او را با امروز خلاص میکنم، بر جلال تسلیم میکنم که سر رنگش کار کنه. مقصد فکرتان باشه همه چیز منظم آرشیو کنین. دلتان جمع باشه رئیس. دفتر ما دیگه دفتر خرد ریزه نیست، مسئول آرشیو داریم مال صاحب. راستی چطور است؟ همکار نو ما با کار بلد است نیست؟ خوب است رئیس، بد نیست. کار یادش دادیم دیگه، مصروف است. دیگه کل مواد را اسناد کرده رئیس. فکرت باشه. ده چی رئیس؟ آلیا خانم در بین شماست. بسیار متوجه رفتار و گپایتان باشین. هر خانم باید در محیط کار احساس امنیت داشته باشه. نه رئیس دلتان جمع باشه، ما متوجه هستیم که کارمند نو چی رقم برخورد کنیم. درست است. من منتظر کلیپا هستم. راستی این کلی نو اتاقتون است. این برای بتین میشه که وقتر بیا پشت دروازه نمونه. شما خو یگان روز به فوتبال میرین. خیر ببینی رئیس، این کلی بسیار خوب شد. با اجازه تان. مهربانی. یما بابا چه این کلاه اشتکانه را از کجا کدی؟ سرم درد میکنه. تو چی؟ من بخی سردرد شدم. این گپای سلیم ما را بخی سردرد ساخت. امروز آوا خانه میرم. خانه میری؟ تو بدون اجازه من میخوای خانه بری؟ باره الهی ما کو. برو خانه برو. دلت نمیری. اینه با خدا. عمرت دراز سلیم جان. به یادت میکردیم. راستی؟ با خدا. نگفتی چی رقم یاد میکردی؟ صفت میکردی یا غیبت؟ ایره دیدی که کدام روز صفت کسی را بکنه؟ این چی گپاست که میزنی؟ دلت لات شده چطور؟ نه دلم برگر چپ شده گوش نشدیم. باد نگیریش خندیتان بیشین سر جایت به کارتان برسین. سه که خانم رویا چقدر زحمت میکشه. ما امروز اول زیاد زحمت میکشیدیم. خیر است. بیام باز عادت میکنه. سلیم بیادر ما باید برم شفاخانه. مشکل نیست میتونی بری. اینی کلی اتاق ماست. ما اگه وقت آمدیم کدام روز میتونی که زبانم موی کشید که برام رخصتی نداد. تو ولی دختر ببین. چرا؟ الا بدی که برام. کورتی چپ است. تا چند روز قبل هیچ فکر نمیکردم که وظیفه میگیرم. کار میکنم و در محیط کاری خود با این قسم جنجالا روبرو میشم. اما مهم نیست. ما در یک مسیر قدم گذاشتیم و این مسیر با کوشش‌های خود سپری میکنم. با تلاش و خواستن هر چیز امکان پذیر است. مزه میکن؟ ها نوش جانت بخو. اون کارتونایش رو بخو، پلاستیک رو بخو، دستمال کاغذی رو بخو، یعنی پای شکسته مای پای مایده رو بخو که توی شکموی لولو رو در پالوی خود ماندیم. بخو. پایت درد میکنه؟ نه. پای من خیلی درد میکنه. صدقه بچیم شام نام خدا بچیم بسیار مقبول است. نظر شده. باش که خانه برم خوب صحیح اسپندش میکنم. بس کو مادر. اسپندم نکو، عکسای ما دخترای مردم نشان نده که منو نظر نکنه. یعنی بیادر مقبول است؟ بچیم بیادرت نام خدا بسیار مقبول است، جوان است.
تو برابر پیترت کدام بچه معقوله دیدی؟ ها زیاد. مرگ آزیاد سونی بچه های مردم سعی میکنید بیرون؟ نه تلویزیون دیدیم. تلویزیون سرت بخوره. دختر شوخ بچه موقعیت کجاست؟ رفته که کارهای مرخصی ما خلاص کنه و امضا کنه و پیسه مایسه رو تحویل کنه. کل ما یک جای باز بریم خانه دیگه. سلام. چطور هستی؟ بیاد دفتر شدی؟ سلامت باشی، خوب هستم. هیچ نمی‌آمدی. مادرم شکم بو از صبح تا حالا اینجا بودم. بسیار میبخشی بیاد. در مصاحبه کامیاب شدم، به خیر وظیفه را گرفتم. امروز هم رفته بودیم دفتر، بسیار کار زیاد بود. خب خیلی تبریکت باشه، وظیفه گرفتی دیگه. ما هم خادم نبودم که طرف پرسان میکردی، مشورت میکردی. اون روز آمدم که برات بگویم رفتی و رسید رفیقت. دین از میخواستم بگویم که تکر کردی. هیچ وقت نشد که گپ بزنیم. میتونستی صبر کنی که من خوبتر شوم گپ بزنیم بعد از بری. میخواستم خونه میشه لاله. اون روز که کامیاب شدم گفتن که صباش باید بیای وظیفه‌تو شروع کنی. تو چی گفتم آندیش مادر؟ بچم رویا که توقعیت گپ زده. برش گفته که متوجه همه چیز میباشه. تو هم شق نکو جان مادر. خودش که بره وظیفه یک کار یک مسلک یاد بگیره. پایم سیخ میزنه باز درد گرفت. حالا شور نتی لالا. تو مرا یاد میتی؟ خورده برو. خوارمون بخیر استی دیگه. این چی گپ است لالا جان؟ تو لالای مستی، نور چشم مستی. یک دفعه بخیر که خانه رفتیم باز میشینیم خوب صحیح گپ میزنیم. آدمیان که تو تکر کردی من بسیار جگرخون هستم. ما هم جگرخون هستم. کوره چاوم تو خوب جگرخون هستی. از صبح کامدی همینجا جوس تخته کده رایستی تا باله. جوس ندیده. من خود تو دکاندار نیستم. دکاندار سرت بخوره. بخو. دکان چی کردی بچه؟ همسایه راشده گفتم که متوجه دکان باشه.